یکی از اتفاقات تلخی که در تاریخ ایران رخ داد غلام بچه‌بازی بود، کاری که تو دربار شاهان و سلسله‌های مختلف ایران از جمله قاجار بسیار رواج داشت. ماجرا از این قرار بود که پسر بچه‌های کم سن و سالی که هنوز به سن بلوغ نرسیده و ریش و سیبیلشان سبز نشده بود مورد توجه بزرگان و مردان قاجار قرار می‌گرفت و مردان قاجار بجز شب‌های جمعه که برای به جا آوردن مذهب با زنان خود می‌خوابیدند، بقیه روزهای هفته را با همین غلام بچه‌بازی سر می‌کردند. وقتی قرار بود مجلسی برگزار بشه، یه دامن کوتاهی به این غلام بچه‌ها می‌پوشوندن که شبیه زنها برقصن و باید قره کمر می‌دادن تا بیشتر به چشم بچه‌بازا بیان. یکی از غلام بچه‌های معروف قاجار تیمور رقاص بود که بسیار مورد سوء استفاده و آزار و اذیت جنسی قرار گرفت. خیلی ممنون میشم که قبل از شنیدن ادامه ماجرا ویدیو رو لایک کنید و برای شنیدن تاریخ ایران کانال ما رو سابسکرایب کنید. اما وقتی رضا شاه به قدرت رسید، دستور داد تا بساط غلام بچه‌بازی برای همیشه جمع بشه. رضا شاه به شدت از این کار متنفر بود و میشه گفت بچه‌باز تو دم و دستگاه حکومتی خودش راه نمیداد و با آنها برخورد میکرد. برای همین قانونی نوشت تا هیچ کس جرأت بچه‌بازی و سوء استفاده جنسی از بچه‌ها رو نداشته باشه. رضا شاه با اعمال نظارت و اخراج افراد از دستگاه حکومتی و ترویج فرهنگ نوین اجتماعی، بساط رسوم غلام بچه‌بازی را برچید و استفاده از پسر بچه‌ها در بزم و جشن‌ها را ممنوع اعلام کرد. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بود.